سلام بچه ها، خیلی خوشمند به این ویدیو جدید از کانال مستر ورک. امروز میخوایم ما کالاف برای شما به صورت کامل معرفی کنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Like Friday, she's a whore. I love it. I know she like it for real. I'm a fire like Aladdin on a pussy cold. بچه ها این قسمتی که میبینین قسمت هوم یا همون خونه خودمونه که اینجا شما میتونید یعنی تمام اطلاعات بازیش یا اکانت شما اینجا قرار داره و جزئیات فردی این بازی رو میتونید از اینجا برای مثال خرید و یا انتخاب بازی و اینا رو میتونید از اینجا فعالش کنید یا حتی میتونید گاناتون رو اینجا ارتقا بدید. بچه اینجایی که میبینید من فشارش دادم، اینجا مشخصات گانا و شخصیت بازی شما رو نشون میده که میتونید از اینجا تغییرش بدید. بچه اینجا که من دارم فشارش میدم اسمش مولتی پلیر یا مخففش میشه مولتی، که بهتره تازه واردا بیان اینجا بازی کنن چون مپش کوچیکتر و میتونن خودشونو بهتر بالا بکشن و گیمشون رو بهتر کنن که بهتره برای آشنایی بیشتر. خب بچه این مپ از مولتی که من انتخاب کردم مپ 5 نفر مقابل 5 نفره. فقط هم این نیست، مپای دیگه هم هست که مثلا میتونین تک نفر مقابل تک نفر، 2 نفر مقابل 2 نفر هم بازی کرد که من اینو انتخاب کردم. اگه شما هم دوست دارین برین خودتون امتحان کنید و ببینینش. خب بچه اگه امتیازها رو به ترتیب از بالا به پایین بگم، اولش فینیشره که در مقابل به شما نشون میدم چه جوریه و اولین امتیاز یعنی بیشترین امتیاز رو فینیشر همون میگیره که بیرون از بازی هم جایزه‌های یا همون جبای بیشتری به شما میده چون امتیاز زیادی دارین. دومی هدشات یا همون ضربه به سره که امتیاز دوم رو داره و امتیاز سوم هم برای وانشاته. یعنی چی؟ یعنی وانشات اینه که یه دونه بزنی و حریف مقابل بخوابه یا همون بمیره، که اینا 3 تا امتیاز برتر رو دارن توی مولتی یا همون حتی توی بتل رویال هم اینا برترن. خب بچه این حرکتی که میبینین گفتم که اولین امتیازه فینیشره که مخففش میشه فینیش که امتیاز اول همه حرکت هاست. بچه این قسمت که آخر بازی میاد یعنی بعد اینکه میبرین این قسمت میاد که بهترین کیل هایی که شما گرفتین و اگه اول بشین توی تیمتون بهترین کیل ها رو به شما نشون میده. خب بچه این قسمت از گیم اسمش بتل رویاله و اگه بخوام توضیحات مختصری دربارش بگم اینه که مپ بزرگی نسبت به مپ قبل داره و حدود 100 نفر در اون پلی میدن که در گروه های 4 نفره تقسیم میشن و یه چیز دایره شکل که اسمش زومه که ما ایرانی بهش میگیم مه، که توی اون اگه بمونی جونت تو کم کم از دست میدی که بازی یه جایی رو مشخص میکنه. اگه بری تون که تون دایره که کم کم اونم کوچیکتر میشه نمیمیری و با این کار مجبور میکنه که پلیرها جمع بشن به اون نقطه و با هم دیگه پلی کنن. بچه همینطور که میبینین قبل اینکه گیم اصلی شروع بشه 60 ثانیه بازی فرصت میده که 100 نفر تکمیل بشن و بعد وارد اون بازی بشن و با هم دیگه پلی بدن. خب بچه همینطور که میبینین ما به گروه های 4 نفره تقسیم شدیم و همینطور که میبینید داریم به طرف همون جزیره میریم که نقشش هم اینه و تقسیم شده این جزیره و اسم گذاشته شده به هر کدوم بخشا
که شلوغترین اونا فارمه که تو نقشه میبین علامتشو زدم. همینجا بریم. خب بچه همینجور که میبینین تو دستم هیچ سلاحی نیست و ببین من که باید خودم برم اسلحه پیدا کنم و اینجا بجنگم و اصلا اینجا اینجوری نیستن که خیلی سخت پیدا بشن، چون یه بازی و راحت میشه اسلحه پیدا کرد همینجور که میبینین و به راحتی میتونین اینجا بجنگین. اسم من دیان نیام جلوی چشایم دیان نیام می دختره ای بی حیام بجون زید بدم میام خب بچه اگه نقشه دقت کنید رد پای میاد که این نشون میده که دو اطراف ما آدم است و رد پاشون یا صدای پاشون داره میاد
که با این راهکار میتونید تشخیص بدید امیلی کجاست. Once it came to me, I could be everywhere. I drove my fist into the earth, reached her core, and grabbed hold tight. And all at once it came to me, I could be everywhere. I drove my fist into the earth, reached her core, and grabbed hold tight. And all at once it came to me, I could be everywhere. خب بچه اگه دقت کنین زوم خیلی کوچیک شده و یه نفر مونده. اینم آخرین کیل من بود و همونطور که میبینین من بردم که اینجا هم در این بخش هم رتبه شما رو نشون میده و کنارش کیلزایی که گرفتین. خب بچه مرسی که این ویدیو رو دیدید، خوشحال میشم حمایتم کنید، لطفا حساب لایک یادتون نره. تا ویدیو دیگر بدرود.